آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به خاطر صحبتی که در ابتدای جلسه داشتن تشکر میکنم و همچنین به نمایندگان ایران، سوریه و اسرائیل خوش آمد میگم. از زمانی که جنگ غزه آغاز شد، جامعه بین المللی فاجعه انسانی که در غزه ایجاد شده رو محکوم کرده و همواره خواهان پایان دادن به درگیری ها در منطقه بوده و برقراری آتش بس و ما معتقدیم که این درگیری ها در حقیقت تنش های منطقه رو بیش از پیش افزایش داده. 2 هفته قبل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه مورد حمله اسرائیل قرار گرفت، تلفاتی رو داشت، آسیب‌های بسیار زیادی به اون وارد شد که این اقدام در یک نقض صریح منشور سازمان ملل بود و علاوه بر تمامیت